آقای بختیاری لنگم، وگرنه هیچ وقت ماشین زیر پاتو جای بدهی بر نمی‌داشت. بعد از سرت بازار دیگه میچرخه. انشالله درست میشه. فرید دوست نداشتم اینطوری ببینم تو. این سند همین کارخونه است با همه جنساش. مطمئنی میخوای این کارو بکنی؟ خودم هم دوست نداشتم اینطوری تموم بشه، اما باید قبول کنم که دیگه برشکست شدم. فردا میتونی تخلیه‌اش کنی. مهزیار من میرسونمت. چی میخواستی بگی عزیزم؟ یه پیشنهاد کاری دارم از سوئیس، من باید برم. تا صفر شدن پیشنهاد کاری اومد سمته؟ نه منظورم این نیست، تو که اینجا رو دادی رفت، خب منم باید به فکر آیندم باشم دیگه. جالبه. اینا چرا برگشتن؟ آقا تبریک میگم بهتون، شما با جعبه تلقی‌ها و بگایی که تولید کردین کل بازار ایران دست گرفتین. الان دیگه باکسی هم افتاده رو زبونا. تازه تا 6 ماه آینده همه سفارشمون پر شده. اینا مگه طلبکار نبودن؟ اینا شریکا و رفیقای درجه یکم هست. گفتم یه امتحانت کنم ببینم کسی که کنارمه من بیشتر واسش مهمم یا پیشنهاد کاری. پیشنهاد خیلی مهمی نیست، اگه تو بخوای من کنسلش میکنم. نه دیگه، تو روزای خوب که همه هستن. من دنبال آدم روزای سختم میگردم که تو نبودی. به سوئیست برس.